بنای یک کارگاه ریختگری که دیر باز پرداخته شده است به مسجد تورین تبدیل داده می شود. به نزدیکی در شهر تورین ایتالیا یک مرکز بزرگ فرهنگی اسلامی پیدا می شود. مقامات شهر تورین چند پیش مجمعی خالی صنعتی را که یک مرکز بزرگ تجارت و فرهنگ در شمال ایتالیا موجود بوده را به یک تشکیلات مسلمانان به مبلغ 1 میلیون یورو فروخت. جمعیت خیریوی الوقف که علاقه در مرکز تورین یک مسجد را اداره می کند، نیت دارد که میدان کارگاه ریختگری دیر باز پوشیده و پرداخته شده را به مجمعی بسیار ساحوی معاصر برای پیاده کردن هدفهای فرهنگی و دینی تبدیل دهد. طبق خبرهای نشر گردیده، نصف منطقه صنعتی که 5322 متر مربع است به منزل دسترس برای دانشجویان تبدیل داده می شود و در باقی مانده این مکان مرکز اسلامی بنیاد خواهد گردید. جمعیت خیریوی الوقف وعده داده است که در این مرکز چاره‌بینی‌های برگزار خواهند شد که به شناسایی شهروندان ایتالیا و مخصوصاً شهر تورین به فرهنگ اسلامی مساعدت می‌کند. قابل ذکر است که در تورین تقریباً 60,000 مسلمان زندگی می‌کنند که نصف آنها اصل مراکشی دارند. در این شهر 15 مسجد موجود است.